الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، بعد از تعطیل چند روزه که به خاطر بیماری نتوانستم همراهتون صحبت کنم، امروز خواستم یک صحبت داشته باشیم درباره پسابیه یا کمک پولی که دولت به کودک میدهد. اینجا کمک پولی که دولت به کودکان در روسیه میدهد یا در دولت‌های اروپا میدهد، زیادی بین زن و شوهر و حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ تلاش‌هایی هست که این پول از آن کی هست. مادرانی هستند که میگویند من کودک را تولد کردم و پول شخصی من است و شوهرم به این حق ندارد. شوهرهای هم هستن که میگن تمام حجت ها رو من از پیش بودم و دوادوی کردم، این حق من است، اصلا خواهم ماشین میخرم، خواهم خانه میخرم، خواهم زن میگیرم. بعضی پدر و مادرانی هم هستن، یعنی بابا و بیبی ها حتی، که میگوین به اون حق نبیرمون یا پولی که دولت به نبیره میدهد ما هم حق داریم. بیایید ببینیم که از روی شریعت یک کودک، یعنی به یک کودک وقت پول یا چیزی میدهند، به آن پول کی حق دارد؟ پدر یا مادر یا خودی کودک؟ اولا در اسلام ذمه مالی هر یک نفر جدا هست. یعنی در اسلام اصلا این کودک است نباید این پولدار باشد، این زن هست نباید این پولدار باشد، گپ نیست. الله در آیت های 11 و 12 سوره نساء همیشه درباره به ما میراث صحبت میکند. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. پروردگار شما را وصیت میکند درباره فرزندانتان و حق پسر و حق دختر رو جدا میکند. همه علما اتفاق هستند که همون روزی که کودک زنده و سلامت به دنیا آمد، الله که وی حق میراثگیری دارد. اگر همین روز کودک به دنیا آمد و پدرش فوتیده است، او از پدرش میراث میگیرد. حتی در شکم مادرش باشد، میراث پدر فوتیده‌اش رو تقسیم نمیکنند که میبینند که کودک کی هست، دختر است یا پسر است، بعد به اون میراث میدهند. یعنی در اسلام کودکچه هم حق صاحب مال بودن را دارد. فقط از این که کودک پول را درست صرف کرده نمیتواند، خراجات پول را نمیداند، الله میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. شما با انسان‌های سفیه که با پول معامله کردن نمیتوانند پول ندهید. وقتی که آنها به رشد به سن بلوغ رسیدن، عموما با پول کار کردن رو یاد گرفتن، بعدم به دستشون پول رو بدید. دخترتون باشد هم، پسرتون باشد هم، کی نباشد هم، یا یتیمه باشد که شما کلان کردید. پس اینجا عزیزان، وی پولی که دولت برای کودک میدهد، اگر پدر و مادر شرایط خوب خود رو دارید، درآمد خود رو دارید، پس اهل امانت باشید. اون امانت کودک رو در یک جا جمع کنید، یعنی پسنداز کنید برای آینده کودک. وی پولی تو نیست. خواهرم که تو میگوی من تولد کردم حق من است، شوهرت نباشد تو که تولد نمی کردی، به سبب شوهرت تو کودک به دنیا آوردی و اون پول رو دولت به آینده کودک تو دادگی هست. و برادرم هم این پولی تو نیست که تو بگوی من پدر هستم، من حجت بازی کردم، همه پول از آن من است. تو میتوانی به دوادوی های کرده گیری. مثلا اویلا خانه ندارد، اویلا ماشین ندارد، اویلا میخواد یک تجارت باز کند و میگوین از همین پول کودک برای پیشروی اویلا ما خرج میکنیم، به خودی همین کودک هم سهمش میرسد. آینده خود کودک هم در همین خانه زندگی میکند، آینده خود کودک هم با همین ماشین به جای میرود میآید، یا یک تجارت باز میکنیم که به همین کودک هم میرسد. این کار حلال است، این کار برای تمامی اویله خوب است. اما فقط مادر این پول، فقط پولی من گوید ویل خرجی از این سایت به آن سایت، از این کرته پاپلین تو کرته دیگر، نمیدونم از این مود دیگر به خود خرد. یا پدر هم دیگر من کار نمی کنم، پولی درآمد کودکام هست گوید و شب و روز دیگر در تلفن و در یوتیوب نشیند و فقط پولی کودک رو خورد. این یک حرام خوری است. از درون خانه خودتون دارید حرام میخورید حق همون کودکتون که اون رو دولت به کودکتون داده است. یعنی اگر دولت برای کودک داد و حق کودک از گفتید نه ما برای خانه صرف میکنیم، برای مثلا آذوقواری خانه، برای خریدهای درکاری خانه و دیگر ما درآمد نداریم، عموما دیگر ما درآمد نداریم و با همین زندگیمون پیش میرود، پروردگار آگاه است که شما چاره ندارید. اما نه، تو میتوانی رفته کار کنی، تو میتوانی به همین پول هم درآمد خودت رو داری و نه این یک پولی به درد و میان است آمده استاده است گفته صرف میکنی، تو بر علاوه به امانت کودکات خیانت کرده استاده ای. و یک چیز دیگر است عزیزان، اینجا
امام نووی در کتاب منهاجشان و چند عالم دیگر هستند میگویند اگر کودک یگان چیز قیمت بها داشته باشد در دست پدرش یا بابایش آن چیزش می ایستد، چون که ولی کودک که صاحب مال او هست، یعنی مال او رو همچون امانت تا بزرگ شدنش در دست می دارند پدرش هست یا پدر بزرگش هست. بعدم برادر یا عمکی اینها هستند اگر پدر نداشته باشد، پدر بزرگ یا برادر بزرگ. زنها ولی مالی شده نمی توانند، چون در مسئله مال زنها خیلی زیاد به خطاگی دست میزنند. در مسئله مال کودک همچون امانت دار همچون ولی در دست پدر یا بابا میستد، اگر آنها هم اهل خیانت نباشند. اگر آنها خیانت کار باشند به کسی دیگری امانت دار داده می شود. اکنون میگویند امام نووی میگویند شما چیزی کودکتان رو برای فروختن حق ندارید، مگر اینکه ترسید که اگر نفروشید ویران می شود. کودک وقتی بزرگ می شود او خودش به قرار می آید، یعنی پدر حق ندارد خانه کودکش رو اگر به او مثلا میراث یا هدیه مونده باشد بفروشد یا چیز دیگرش رو. یعنی این مسئله اتفاقی است عزیزان که کودک حق صاحب مال بودن رو دارد و به او اگر مال داده شد در دست پدر همچون امانت می ایستد تا بزرگ شدنش. وقتی بزرگ شد کودک را دیده به دست کودک می دهند یا همان پول را با یگان پیشرویه که تجارت باشد چیز دیگری باشد یا یگان خانه خریده میمونند که اجارهش را به پسنداز کودک جمع کردن میگیرند. اینجا حدیثی که در ابن ماجه است، مسند امام احمد هم هست، حدیث جابر ابن عبدالله بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی جوان شکایت میکند که پدرم پول مرا زیاد خرج کرده ایستاده است، پیامبر میگن انت و مالک لی ابیک، تو و مالت از آن پدرت هست. بعضی این حدیث رو از یعنی تحت لفظ میگیم یا از ظاهرش گرفته عمل کردگی هستند که گویا که پدر هر چیزی که پسر داشته باشد از آن پدر است. لیکن نگاه کنید پیامبر گفتن انت و مالک، تو مالت. اگر به حدیث کلن عمل کنید بچه هم کلن از آن پدر است. پدر او را چی کار خواهد میکند؟ خواهد غلامش میکند، خواهد زن میدهد، خواهد زن نمیدهد. اما معنای حدیث این نیست. اگر به سبب ورود حدیث نگاه کنید وقتی جوان پسر به پیامبر شکایت میکند که پدرم نپرسیده از مال من میگیرد، پیامبر اول شده اون پدر رو جیغ میزنند. اون پدر اومده میگوید که من از پول این نپرسیده زیاد نمیگیرم، من یک کمی از پول این رو میگیرم که به همون خویش و تبار محتاجش بدهم، وگرنه من تمام پولم رو برای بزرگ کردن این صرف کردم. شبها خواب نکردم وقتی این بیمار بود، گرسنه بودم تا که این سیر شود. من از این پول زیاد نمیگیرم، من از این یک مقداری کم از پول میگیرم که تا همون خویش و تبار محتاج خودش به کمک شود، با معنای برکت زندگی خودش شود. که پیامبر در این وقت به آن بچه میگویند یعنی پسر میگویند که تو و مالت از آن پدرت است، این گونه مثل بیگانه یعنی به پدرت تو نمیتوانی معامله کنی. و تمام 4 مذهب اتفاق هستند که پدر حق ندارد پول زیاده رو از پسرش نپرسیده گیرد، چون پسر حق مالی، حق داشتن مال رو دارد. دخترک هم عیناً همین گونه. پدر حق ندارد پول دخترچش رو گیرد، همچون امانت در دستش می ایستد، کلان که شد به دستش می دهد. و حدیث به همین معنا هست که پدرت وقتی محتاج است به او پول بده، همین پدرت بود که تو رو کلان کرد. اما این معنیش نیست که تو هر چی که داری پدرت کی خواهد میگیرد و به کجا خواهد صرف میکند. برای همین عزیزان، مادر و پدرانی که در برای پسابی تلاش دارید، علل خصوص خواهرکانی که خیلی ببخشید که میگوید من تولد کردم همه پول رو من میگیرم، وای پول تولد کرده تو هستی، اما تو همچون مادر حق نداری تمامی پول کودکت رو صرف کنی، خرج کنی. به کی خواهی دی، به کجا خواهی صرف کنی؟ و امانت است. پس انداز کنید خونه برایش بگیرید، پس انداز کنید تیلوواری چیزی که آینده اون مردی کار نشود، آینده او تواند درس خواند. وقتی که او به 18-19 میرسد البته یک سرمایه داشته باشد که چی دختر باشد چی پسر، چی دختر باشد چی پسر، وقتی یک سرمایه دارد بعد از 18-19 سالگی وای دویده رفته تازه کنه که کافی رو نمی شود، وای دویده رفته مردکاری پیش پای روز نمی شود، وای الکه یک لایحه یا یک پروژه می تواند با همون پول دستش بکند. ببینید این همه سرسانیه که امروز مردم تاجیکی ما می بینند میکشن، از پناهندگیمون، از مردکاریمون، از خدمتگاریمون، از بی دکومنتی هایمون، اصلی سببش پول کفتن است که برآمدن.
زیادی اورد مسئله امنیتی هم هست، اما برای پول برآمدن. تصور کنید کودک شما در 18 سالگی 19 سالگی یک سرمایه داشته باشد که شما اسراف نکردید و پسابیه ها رو جمع کردید، او دیگر میتواند حداقل 6 سال به مشکلی درس بخواند، خارج از کشور درس بخواند، میتواند صاحب یگان کسب و کار شود. چرا اینها رو مونده امروز؟ نه، من خواهرانی رو شخصا میشناسم هنوز پسابیه کودک به کارتشون نگذشته، آنها به قرض لباس میخرند، آنها به قرض برای معرکه تیاری میبینند. به این اسرافیتون چی میگوید؟ اسراف یک طرف استاد، به این خیانتکاری به مال کودکتون چی میگوید؟ اگر گفتی علاج ندارم، خیر به قدری توان، چه خیلی گفتم، از اینکه بخورم و نمیرم زندگی کنم، از اون میتوانی صرف کنی به خانه یا کورپلات میگویم یا اجاره پولی بدهی از اون یک مقدار. اما اینکه همه فقط پول کودک رو صرف میکنیم، نه مادر نه پدر از پای پول کار کنی هستن، تمام پول کودک می آید که ما با همین زندگی میکنیم، این کار درست نیست. این پسنداز یا یک آینده کودک رو با دست خود هر روز خوردن و نابود کردن است. و چه خیلی گفتم شریعت برای هر یک کودک حق مالیش رو دادگی هست و هر یک کودک حق دارد صاحب مال باشد، فقط مالش تا بزرگ شدنش در دست پدر و مادر، ببخشید پدرش یا بابایش می استد. این بود عزیزان صحبت امروزه من، با امید اینکه همین صحبت ها سبب شود کودکان تاجیک ما، پسرچه های دخترچه های غریبک وقتی بزرگ می شوند با سرمایه بزرگ شوند، وقتی بزرگ می شوند نقشه آنها رفته یک باره مردکاری نباشد. من پول دارم با اون پولم می خونم، من پول دارم با اون یگان تجارت میکنم، یگان چوپانی میکنم، کار میکنم. گویند شما آن را به الله یگانه می سپارم. پروردگار برکت دنیا و آخرت رو برای شما عطا کنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.